در شهر خوجند طبق نقشه چهاربینی‌های فدراسیون فوتبال ولایت سوخت و ریاست کار با جوانان و ورزش ولایت مسابقه بین المللی اید با فوتبال بین ورزشکاران کشورهای سازمان همکاری شانگهای بخشیده به جشن بین المللی نوروز برگزار گردید. در این مسابقه 16 دسته فوتبال بازان نورسی از 10 تا 13 ساله از تمام منطقه‌های ولایت سوخت و جمهوری‌های ازبکستان و قرقیزستان اشتراک و مهارت سنجی کردند. باخوری‌ها در دو سن و سال دایر گردیدند. در بین گروه فوتبال بازان 12 13 ساله 8 دسته به دو گروه تقسیم شده در یک دور بین هم بازی انجام دادند. اینچنین در بین فوتبال بازان 10 11 ساله نیز 8 دسته اشتراک و مهارت سنجی کردند. در این مسابقه عنعنوی اشتراک دسته ها از شهرهای تاشکند جمهوری ازبکستان و شهر اوش جمهوری قرقیزستان امکانیت فراهم آورد که واخوری ها جالب و تیز و تند جریان گرفته اشتراکچیان مسابقه برای دریافت مقام‌های فخری تمام ملکه و مهارت خود را نشان دهند. واخوری‌ها در سطح بلند تشکیلی جریان گرفتند و غالبان و جایزه‌داران معین گردیدند. در بین فوتبال بازان 10 11 ساله دسته‌های سوخت 87 کلوب فوتبال انتیمک جمهوری قرقیزستان و دسته سوخت 2 با گرفتن 3 مقام فخری اول صاحب شدند. در بین فوتبال بازان 12 13 ساله باشد مقام اول نصیب دسته کلوب فوتبال سوخت 2 گردید. جای دوم را فوتبال بازان نورسی دسته سوخت 1 به دست آوردند. در بین فوتبال بازان این سن و سال مقام سوم نصیب دسته کلوب فوتبال سپوتنیکی شهر تاشکند گردید. در مراسم پوشیده شوی این چهاربینی ورزشی نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت، ریاست کار با جوانان و ورزش ولایت و فدراسیون فوتبال ولایت اشتراکچیان مسابقه را به جشن نوروز بین المللی تبریک و مبارکباد نموده بازیگران بهترین و غالبان و جایزه‌داران را با مدال افتخارنامه، جام و تحفه‌های خاطروی مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت قدردانی نمودند.